سلام خوبی؟ صبحت بخیر باشه. تازه از خواب بیدار شدی؟ آی صبحت بخیر باشه عزیزم. چه خبر؟ چی کارا میکنی؟ فدایی. آخه مهمونات رفتن جاشو خالی نباشه. آخه تو بگو چه ساعتی بیام؟ هر ساعتی که خودت اوکی. الان ساعت 11. آره ساعت 2 باشه. منم یه خورده سبزینو دارم خوردش میکنم. آره اونا رو خورد میکنم میام. آره 2 خوبه. چیزی لازم نداری از بیرون؟ هیچی نمیخواد؟ هیچی؟ باشه قربونت برم. باشه عزیز دلم، باشه فداتشم. باشه میبینمت. خداحافظی. 11:30 من بهش گفتم 11. اوها چقدر زود میگذره بالا، من نمیفهمم. سلام تیما کارکز هستم. به کانال من خیلی خوش اومدین. امروز یه ویدیو خیلی جذاب براتون دارم. یوهو لایک سابسکرایب به من قرار بود ساعت 2 خونه دوستم باشم. بعدش اینقدر که کار داشتم کارم از زود تموم نشد، مجبور شدم که دیر از خونه بمونم. تازه ساعت 2 از خونه اومدم بیرون. ولی خب کوچولو کوچولو زمان بره، ولی خب میرسم دیگه. ولی خب باید برم قبلش مارکت یه سری چیزا بگیرم دیگه میرم. همین. با من باش. آره با من باش. چی بگیرم؟ چیزی ندیدم. یه چیز خوب میخوام بگیرم، نمیدونم چی. خودم الان نمیفهمم چی باید بگیرم. این ورکی چی نداره. ببینیم این ور چی داره. هیچی نداره والله. این مارکت اصلا هیچی ندارن اصلا. بخیال لباس سبز قرمز. آره خیلی خوبه. آره همون خود لباس. آره اونم قشنگ میشه. آره لباس همین رنگش کرده. وای چه خوشگله. اینو موافقم. آره اینو موافقم. من خودم اینو دوست داشتم. شوشو چطوره؟ خوبه. پامو که اسمش پنبه رفت اصلا. این یک چیزیه. وای اگه اون گوشیم تا بعد از ظهر اگه حافظه‌شو خالی کنم، بعد از ظهر که برنامه هست اونجا میتونم ازش استفاده کنم. حالا ما اینم میذاریم، حالا خدا کنه که حافظه‌ش پر نشه به این زودی. دلم شده دیوونه. از قیافه من نمیخوای بگیری؟ قیافه میخوای؟ نه الان نه. آخرش قشنگ است. یه ذره وسطاش. آره اینجوری خیلی بهتره. آره وسطاش بهتره. خب آره
این موهامو میخواد چی کار کنی؟ اون رو باید بدیم بالا یا اینجوری ببین اینجوری. آره اینجوری باید قشنگسته چیزش کنم. قشنگسته فریشن کنیم. قشنگسته. آره لبا خیلی هم شیکه. پاک شد لبا؟ آره پاک شد. اصلا من لب ندارم. آره نداری ماشاءالله لبات واقعا لبای من خوبه؟ عالیه. اصلا من هیچی ندارم. بسیار عالی. نه من باید بگم داری یا نداری؟ نه با من اصلا لب ندارم. چرا؟ فکرم بود که برم پرایتیز کنم. نه اصلا این کار رو نکنی. پرایتیز آمپول بزن. نه تحت هیچ شرایطی این کار رو اصلا نکن. چون داری به اندازه کافی. اون وقت لبات میشه شبیه لب اردک. و کسی هم لاک نمیکنه. با گوجه گندیده میزنن. با گوجه گندیده چی میزنن؟ پرتت میکنن همینجوری سمتت. واقعا؟ آره دیگه لاک نمیکنه. آها لاک. یعنی خدایی چی میگه؟ لاک نمیکنه. چرا لاک نمیکنی شما؟ برای چی اصلا لاک نمیکنی؟ برای چی هستی اصلا تو کانال من؟ چون نمیدونن که ببینن چه گوهری هست. اشتباه میکنن. اشتباهی؟ بدونن کجا اومدن. نمیدونن که لایک میکنن. آخه کسی دیگه دنبال کلمات سالم نمیگرده، هم دنبال فوش میگردن. ای وای. میدونی سرگرمی ها شده فوش. سرگرمی ها میوزی بیادبی حرف بزنن. آره. ای وای. غیر از اینه الان منم مثلا یه ویدیو بذارم همش فوش بدم سریع میره بالا. جدی؟ آره. باز کنم قشنگ ببندم بالا بالاها. تو فکر میکنی الان به موه من جوابه مثلا این؟ نه دقیقا اون جواب نبود. این اصلا به موه من جوابه. واقعا چقدر آدم تغییر میکنه با موجه. اون کسی که موجه درست کرد دمش کرد. به فکر ماها بود که موجه نداریم. چرا من اصلا یادم رفت اونو بیارمش. کل رنگ و رنگی. آخر ویدیو دیدی تو چیز یوتیوب؟ نه به من فکر کن میکاپ کارت هنوز خودش نرفته ویدیو تو ببینه. خب تو پاشو لباستو بپوش من ببینم. اوکی تو لباستو بپوش موهاتو من درست کنم عکس بگیرم. اوکی آلاس میخوام لباس بپوشم. دین 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 ریشتن دیدون ریشتن دیدون ریشتن دیدون ریشتن دید. آخ اینجا خب لباس بپوشم بیام که موهامو درست کنی. اوکی آره فعلا بای بای. میخوام بریم استراحت کنیم. یه استراحت. قشنگی لباسم خیلی بانمکی. کاش اتوش کرده بود. آره یه کم چروکه.
تو عکس فیلم معلومه؟ آره. چه نازی تیما. اینم کیوبه بزن کرواتم یکو. وای چه خوشگل شد. تازه کفشم هست. کرواتم. تیما منم اینو میپوشم بعد با هم یه عکس آره چیز بگیریم که اونم داشته باشم. ولی که حرف میزنم من حرف میزنم موهاتو چجوری کنیم؟ کفشا فاطیما بذار ببینم من وسط کدوم قشنگ تره. بیا قشنگ وقتی میرم توی لباس دست خودم نیست یه سری حرکات میخوای جوراب چیز در میخواد جوراب شیفت اینه که پارشم کردی؟ آره نکن حیفه. نه پارش نمی کن. کفشش از کجا گرفتی؟ همش از تهران ایران. دروغ نگو مال اینجا نیست اصلا اینجا که نداره. پدر عروسکی سر عاشقتم. مرسی که این لباس واسه من فرستادی. فدات بشم عشق منی. امروز این لباس رو پوشیدم با عشق. پدر عروسکی من فرستاده. پدر عروسکی ایران زمین. الان دیگه باید آذری برفتم.